on Hassan. We can't take him in Iran. He's not in Iran. سلام علیکم. سلام دوستانی عزیز، من نالی هستم، توسران ایران گیمرز. خیلی خوشحالم پورت سیم بازی خیلی خفنه، گیم خیلی خفن اسناورانر اومدم خدمت شما. الان دوستان پارتای قبلی اگر بهش نگاه کنید خیلی ممنون میشم. لایکش کنید، اگر چیزی میخواستن چجوری کنین، چجوری برین بهش کامنت بزنید، خیلی ممنون میشم. پارتای قبلی این کامیونمون تو اینجا خیلی بد چسبید. هر دو تاشو مثلا کامیون چوانت هر دو تاشم تو اینجا چسبیده بود. هر جوری تونستم این کامیون رو نجات بدین. الان میرین پیش این ماشین میارین، شاید بتونین به این ماشین کامیون رو نجات بدین. الان شروع میکنین میرین پیش این ماشین، نمیدونم چی هست، اسمش چی هست، ماشین معمولیه یا چیه، چون اینجا خیلی گل آبیه، آبش خیلی زیاد، یعنی راش خیلی سخته. مجبور این ماشین خیلی خوب پیدا کنیم تا بتونیم یعنی تمام مپا باز کنیم. چی شد؟ چسبیدیم؟ ببین شو ایوان میتونیم خودمون در باز کنیم، خودمون نجات بدیم. تونستیم خودمون نجات بدیم که اینجا رو، چون خیلی سنگ بود. میریم بالا، اشتباهی نیست، میرشنشو بریم اینجا رو. بعدا سمت راست داخل این راه میشین و میریم پیش این ماشین، اسمش سکوت 800. شاید ماشین خوبی باشه، مثل لانکلوز و اونا رو باشد، چون شکلش قدیمیه، شاید چیزی خوبی باشه. چینوانه این شکل نیسان هست، بر نیست، ولی هیچ مشخصاتی نداره. مثلا فقط 4x4 داره، مثلا دیفلاگ داره، نه اسپرانای بلند. ماشین بلند نیست، نمیدونم بخواست چی میگن، یعنی خیلی ارتفاع نداره، خیلی پایینه. اشتباهی اومدیم یا نه؟ اشتباهی اومد. میشه برگردیم. خیلی باز، یعنی واقعی خیلی خوب یعنی درستش کردن. نمیتون که سنوان خیلی عالی، یعنی هر وقت PS4 PS5 Xbox و Xbox سیریز داشتی حتما این بازی رو تست کنی، چون خیلی عالیه. بهت هستی آرامش بده. ای وای چی شد مگه؟ اینجا رو خیلی سخته، نه خیلی سخته، یعنی مجبوریم به این وینچو خودمون نجات بدیم. اینقدر دل آبه، یعنی چرا اینجوری از اینجا به این ماشین ایستاده؟ چرا چطوری میتونیم این راه سخت رو باز کنیم؟ یعنی مجبوریم چیتاله خودمون بریم یه ماشین خوب پیدا کنیم، بتونیم تو این موقع لعنتی خودمون نجات بدیم. سنگای بزرگ رو میبینی؟ حتما نمیتونیم بریم تو این بالا سنگ، چون خیلی بزرگن. خوب نگاه راه کنیم ببینیم گل آلود نیست. اینجا رو خیلی سخت میبینم، میشه اینجا رو برم و خشک‌تره، گل آب نیست، گلی ساده است. بد نیست اینجوری میریم، بد نیست.
ای وای، خیلی بنزین کم داریم، فقط 27 لیتر داریم الان. 27 لیتر، این خیلی خیلی کمه ها. این بنزین خیلی کمه ها. تو جای مثلا بچسبین خیلی زود تمام میشه. کافی سرعت بریم پیش این ماشین رو باز کنیم، ببینیم چیکار کنیم بهش. چقدر واقعی، چقدر واقعی. بعد نیز این ماشین خیلی بلنده، ارتفاع بلنده، بعد نیز والا تقریبا ماشین روسیه، اسمش نمیدونم اسمش چیه ولی چیزی بد نیست. ببینمش، خیلی خوب دیفلاگ داره والا، دیفلاگ اتوماتیک و 4x4 دیفلاگ و 4x4. چقدر خوب، چقدر خوب. ببین داخلش خیلی قدیمی ها، مثل جیب های قدیمی هست. میدونم جیب های قدیمی تا الان شما دیده باشید. خوبه ها، خیلی خوب، ارتفاع خیلی بلنده. من میگم چیزی خوبه، خیلی خیلی خوبه. بریم پیش این بونت، هر دوتاشو به هم بریم پیش کامیونو مثلا، میتونیم به هر دوتاشون نجاتشون بدیم. حالا میکنیم به این وینچ، به این ماشین دیگه چی اسمش چی؟ سکوت 800 اسمش میزنین سکوت. این سکوت بتونین این وانتو دنبال کنیم. بهش استار زدیم به این وانتو، سکوتو میریم 72 لیتر میخوره مثلا تنکیش، خیلی خوب رد نیست و بنزین کمتر میخوره، چون توی دقیقه 2 لیتر تا 3 لیتر میخوره، بد نیست. اگر سرعت باشیم میتونین خیلی کارا بهش انجام میدیم. تا مثلا 4x4 رو اوف کنیم یعنی باز نشه، خیلی بنزین کمتر میخوره، این گاز رو کمتر میخوره. همون میگم نکنیم. فور باز نشده، ببینید خیلی خوبه. ببینید 4x4 خیلی خوب میره، بعد نیست اگر بعد نشه. سنگر رو میبینید خیلی خودمون اونجا آمدیم که آمدی اینقدر سخت نبود، چون تو اینجا برام میریم بالا برای اینه مثلا سخت میبینید، چون بوانت عکسش بود خیلی اصلا رفتیم پایین. اوه چی شد؟ تصادف کردیم به این سنگ. سنگان چقدر بزرگ هستن. اوه نه برگرد وانت برگرد اینجا رو، بیا بیرون. ای خیلی خوب بود، دمتون گرم وانت. ای آفرین وانت، خیلی خوب بود. دیدم منو پال رو میتونیم اینجا کچسبیده و نجاتمش.
نقشی دوستان یک کوچیک مریض بودم، سرماخوردگی داشتم، ولی اون روزا انشالله خوب میشه، چیزی نیست. دوستان کرونا خصوصی چی ها که برای ما خصوصا خوب شما اینجوری هستن، کسی نیست براتون خصوصا بخوره، انشالله کسی پیدا میشه که خصوصا نخورم، حتما کسی نداشتن حتما مادرتون براتون خصوصا نخوره. جا خیلی سخت، خیلی میشد مزاحم باشین، نچسبین. این وارد رو ول میکنه، میتونه خودمون نجار بیده نجوری باشه، چون میدونم چی اینجوری نمیتونیم اینجا خیلی سخت نیست، اشکالش اینجوریه. ای وای شوخی کردم، والا خیلی سخت. او سنگ تو اونجا هست، ببینید سنگ نیست، چی هست تو؟ نه سنگ نیست. یه بیرون یه خوشه بریم بالا. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. این پیشین وارد خودش نظر بده. 18 لیتر والا چیزی نیست، چیزی نیست. 18 لیتر خیلی همین بعید بود نمیتونیم بریم پیش کامیون. الان شد 17 لیتر. الان وارد رو خاموش کردم، یعنی نمداد الان خاموش شد، کار نمیکنه. حتی مثلا خیلی بنزین نخوره، این 17 لیتر توش بمونه، اجوری میکنیم خودمون بهش نجات بدیم تا میرسیم به این پمپی بنزین. اینا رو بنزین نیستن، اینشون گاز هستن، چون گاز و بنزین حتما فرق دارن، چون ماشین‌های گازی خیلی سرعت نیستن ولی قدرت زیادی دارن. مثلا بالعکس ماشین‌های بنزین سرعت دارن ولی قدرت خیلی زیاد ندارن، مثل ماشین‌های گاز. چون موتورشون مثلا خیلی عمرش زیاده، موتورهای گازی میگم نه بنزین. ای وای ای وای ای وای ای وای میره. تمام رفتی نه تمام میری. آفرین اسمش چی بود؟ سکوت. آفرین سکوت، اسم غریب نیست. ببین چی میرسه به این مورد. جایش بایسیم. خیلی خوب رفت، نه؟ جهت پیدا کرد. این سکاوتو دید، جهت پیدا کرد، دیدید؟ خیلی خوب اونجا رفت، قبلا اینجوری نبود. الان رسیدیم به این روز، قبلا اومدیم بازش کردیم. اینو خاموش کنم، این وانت رو خاموش کنم. خیلی گلاب، خیلی گلاب، ولی مجبورم وارد تو اینجا بیال کنم تا بکن خودم اینجا بدم. نگی نرم، نگی نمیرم، نه میری
ای وای چیزی میگردم این تو بهش بسی چیکار کنیم والا مجبوری وارد میشی تو این گلاب بریم بیرون کار کردیم خیلی خوب بود بیا 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 بیرون بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا 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 با این وینچو یعنی خیلی مثلا میتونیم مثلا ماشین های چسبیده بهش نجات بدیم چون تو واقع اینجوریه ماشین ها خیلی سخت میچسبن گرینی چون مثلا به درخت یا یه سنگ بزرگ میچسبونن داشت خودشون بهش نجات میدن بیا 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 خیلی بد چسبیدیم والا خیلی خوب اومدیم اونجا خیلی بد نبود ولی ببینی چی جوری بود چجوری عوض شد همون شد گلاب این گفتم اینجا رو خیلی خوبه مثلا اینقدر گلاب نیست حتی میتونیم خودمون تو اینجا نجات بدیم این وانه تو اونجا نجات بدیم این ماشین خیلی خوب پیدا کنیم چون اینجوری خیلی سخت میشه بالا این وانه تو ها خیلی خوب بود اینقدر بد نبود که میگفتم خیلی بد میچسبه تو اینجا رو تا چیزی نمیکنه همه‌شون اونجوری هستن این بازی ولی نمیدونم چون اینجا جوری کنین یعنی حتی گازمون تمام میشه رفت 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 تمام رفتیم اوه چقدر بد اینجا رو چقدر بد اینجا رو کامی رو میبینید من اینجا نمیرم و خیلی سخت حتما خیلی بد میچسبم نمیشه این اگر اینو بچسبه تمام میشه این بازی میشه تو اول شروع کنیم اینجا ما اومدیم و اینجا بود اینجا خیلی آسان خوش بدون گلاب بدون آب این جاده کنکریتی خیلی خوب خوشگله اومدیم کامیون رو نجات بدیم این صدا رو چقدر خوشگی این صدا ای وای گریه نکنیم برای این صدا بیا 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 چیزی بیا اومد بعد اومد ای وای از این میترسیدم شما میاد
بد چسبید، چقدر بد چسبیدی کامیون لعنتی، چقدر بد چسبیدی، تایید تکون نمیخوری. چی هست؟ شاید اینجا گیر باشد. حتی این تکون نمیخوره. تو ماشین خیلی خوبتر از وانه، تو سرعتش بیشتره. چیکار کنیم؟ تو بیا بیرون بابا، بیا بیرون، بیا بیرون. اینجا چقدر سخته این بال. خدا بیا، خدا بیا. خدا بیا. خدا بیا، تو خدا. نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم. بس نجاتش بدم، بس نجاتش بدم، چیزی نمیخوام. این خیلی سخت چسبیده، هیچ تکیه نمیخوره. بیا تو خدا بیا، خدا بیا. یادم زبانیه ولی چیزی نیست. اشکالی نیست، تکون نمیخوره. برگرد جای خودش، برگشت جای خودش. ساعتی چند الان؟ ساعت 18:37. میتونم ساعت 6 صبح. این مشکل تره. نمیدونم والا چی بهش کنم. خیلی بد چسبیده بودم. شاید به اونجوری تلفنش نمیتونم. اومد با قرآنی قسم اومد با قرآنی قسم اومد. خیلی خوبه، خیلی خوبه. آفرین سکان، آفرین سکان. با قرآنی قسم اومد. تمام اومد. اوه چقدر خوشحالم، چقدر خوشحالم. خدا بنا چطور ببینید این پیشین کامون برگردیم. اوه نبین توریستیم، بالاخره توریستیم. چقدر بد تو اینجا چیز شما بچسبید بگرد. برگرد
برگرد. ای وای. خوب شد. سخت این بازی، شاید اولش سخت باشه چون ماشینای دیگه خوب خیلی توش هست، مثلا هایلوکس، تویوتا هایلوکس، تویوتا لانکروس همشون توش هست. بیا 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 بابا بیا. بیا این درخت میتونه اینجا رو برگرد. الان بیا حتما میایید، حتما میایید. بیا اومد این درخت بود نمیذار بیاد. دمتون گرم، خیلی خوب بودی سکارت. بیا تو خدا بیا، فقط بیا، فقط اومد. دختر خوشگله من اومدی بالاخره اومدی. آقا داماد بالاخره اومدی عروس خانه. GMC امریکایی اینقدر بده؟ حتما نه. GMC باشد میشه خیلی خوب باشد، شاید اینقدر قدیمی باشد هیچ مجبوریم تو اینجا خیلی راحت نیست. بابا میچسبه کاری خیلی اشتباهی بود به این ماشین بود اینجا. این وای همین 96 لیتر الان شد 95. میتونیم گاز داریم، سرعت بیکن. چی شد؟ چقدر بدی، چقدر خیلی ازم متنفرم. وای چجور ماشینی اینجا نمیتونه بگیم. برگرد پیاده بیا. هر عصبانی شد وقتی پیش میدم تکنازی بالا. شدیم یه سریالی کمدیایی بزرگ شدیم. فیلم شاید امشب تو نتفلیکس ما رو نشر کنه. میبینید من میگم کابرو من راست نه این کابرو بزرگ ولی به فعالیت خود کنه نمیتونه بره از این جا ببرمش. خیلی خوب بودی، خیلی خوب بودی. آفرین. خیلی گاز کم بری چون اینجا این پمپی بنزین هم میتونیم بریم هم خاموشش میکنیم.
برو نگی نرم نمیرم اینجا نمیری کجا میری؟ اینجا نمیتونی بری کجا میتونی بری؟ آقای DMC آقای کامیون بزرگ اینجیه خیلی خوب الان میتونیم این را باز میکنیم میتول یعنی آهن میخواد و چوبی یه تا آهن و 2 تا چوبی میخواد اکتیو میشه مثلا آهن تو اینجا ببریم بعدا چوبی جاش برامون نشان میده اول میریم آهن رو بربری میکنیم بای خالی بود نمیرفت الان بهش آهن دار کنیم شاید نمیتونیم بهش استار بزنیم کجاست آهان بهم زدیم دوستانی عزیز تقریبا نیم ساعت میشه ریکورد میکنیم خیلی طولانی شد خیلی خوشحال بودم تا الان بهش نگاه کردیم امیدوارم شما این چنال خودتون چون این چنال خودتونه خیلی خوشحال میشم که بهش سابسکرایب کنید و لایکش کنید خیلی خوشحالم خداحافظ